салом алейкум. санамро ба бозор бурдам, гуфтам то омадани шуморо як бинам. سلام علیکم هجری. بفرما بیاشین. همونجا خالیه؟ بیا بشین. هوا خوب کرده است ماشاءالله. انیق میدانم جنگاور آدم نزدیکی ما است. جنگاور را باید زود پیدا کنم. وظیفه آخرانم است و فکرم زبید راست میگوید. نفری هست که باید او را شناسیم، ولی کی باشد؟ یا خدایا چی گپ شده باشد؟ یا هر دو این درباره جنگاور فکر دارند؟ اگر جنگاور رو یابم کی بودنی کلتکیلش رو میفهمم، ولی اول باید جنگاور رو یابم. کی باشد؟ مؤذین. کی باشد این مؤذین؟ اوه وقت خیلی تیز گذشت. کنی بینم سنم کجا شد؟ چیکار کرد تنها؟ روزتون بخیر. خیر. چی علاقه دارد؟ اکه کنم خاکی تگی توفلیات شما نکامی کره. اکه سیرم دیونه تو رو بپروند. دیوانگیش قپیده اکه کنانه. انیق سیرم هر سیما رو میپروند. رها کنید اگر کشد کشتن گیرد. چیست بچه ها؟ چرا این کنانی دیوانه با دسته ای گل آمدن؟ اکه جوهر اینم کنانی دیوانه سیرم دیوانه را سالی محبت کردنی های ما رو میپرونه به فکرمو دیوانه دیگریش. انیق سیرم ما رو میپرونه که وای شنیدی آخیرا کنانی دیوانه با سیرم دیوانه عشقش رو اعلان نکردن. این خیلی نشود بکن. درست میگویی اکه سیرم دیوانه کنان رو زنده نمیگذارد. رحمت اکه ایرش خیرت گفتی ما نمیدونستیم. یه بدبخت ما میره گفتستیم. بس کشتنی باشد کشد. بگذار مرگم از دستی دوست داشتم باشد برادران. مایش بجاشیدم. آخر برو انیق میکشد بچه ها. او رو بال داره. سیرمی دیوانه او رو میکشد آخر. چهار طرفش قبله کارش نداریم ما. آخر بچه ها شما مرا نمیشونید مگر رمید میگویم او رو نجاتیت میگویم از پسش رمید. راست بگی بدبخت هم اکشه کنان. تو هم را بیزارم. اکه جوهر تو هم بیا. نه من نمیرم شما رو بید. من نمیدید. او رو ببین چی میگوید ها. آی جیری جان من تو رو به دست آن میمون نمیسپرم اصلا. سیرمی من چی شد کنانی دیوانه؟ سری پاوراتش خورده. اگر کشتن خواهی بکش، من در اختیار تو. چی گفته ایستاده ای؟ باز سرت ویران شد؟ نه دلم حیف شد میکشد او را. دامولای جنازه خانه حاضر خبر کنیم یا بدتر چیکار کنیم؟ بعدا حیف شد آدم خوب بود اکه کنون آخر. خدا رحمت کنه اکه مارا. نه که بدبخت انیق دوزخ میره. سیرم تو را اولین بار وقتی دیدم مجنون نبودم، مجنونم کردی. از شهر خودم بیرونم کردی. کنعان دیوانه جمع سیرم برابر لاوه. یا گپت میگم چه خیلی که مطره دوست میدارم خیرس اصلا اوقا دوست نمیداره. اکه کنان پرچه شعری خوبی رو گفته ایستاده است. نیک میمره. جورا جو نمیدونی مگر؟ چیره؟ شاعری مردگی رو شعرش پرقیمت‌تر میشده است. بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد. چیا گفته ایستاده ای؟ زود بگو کارم زیاد است. تو سیرمی دیوانه، من کنعان دیوانه، یک جا شوند دو دیوانه. چی گفتن میخواهی؟ میگویم که تو را دوست میدارم، تو را دوست میدارم. اگر خواهی مرا پران. سمیرو تو اسکنه ترسی بو. خدا رحمتش کند. اوه هی راحت شدم. اکنون مرا پران. چرا میپروندم تو رو؟ ارزشی تیری سیلا هم رو نداری. مرا دوست میداشته است. این دیوانه رو ببین. مگر من به گپ یک آدمی دیوانه آدم میپرونم؟ تو رو بهوده کنانی دیوانه نمیگفتم. مرا دوست میداشته است. دیوانه محله.
دوستت میدارم آخر. باشه این بدبخت چختکی مرده کو روز سودگه یا نپروندور؟ آخر سایرمی دیوانا چرا اکای کانون رو نپروند؟ اکای کانون؟ ها این سایرمی دیوانا چرا حاضر مرا نپروند؟ آکا ما هم حیران شدیم، ما هم نفهمیدیم این رو. نفهمیده؟ هر دوستم گویا نفهمیده یا؟ چرا نفهمیده ده؟ معبدی اومون چهرت گرمی کرده نپرونده کرد. گرم بود است؟ بله گرم بوده است. چهرت در نظر سایرم گرم بوده است. نکی آدم خنکی لیلی را به چشم مجنون نگاه کن میگن. تو درست میگویی. این کار چه خیل میشود ها؟ طرف کنعان سایرم دیوانه سیگنال داد. سیگنال؟ چه خیل سیگنال؟ مقصدش همینه که برای پدر و مادرش خواستگاریش کنه یکه. مگر این کام دارد؟ سایرم و کنعان دیوانه اگر با هم رسند در این جهان نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن. مبارک شود بعد 9 ماه قطارک شود. این خیل باشد ما هم رفته سایرم دیوانه رو خواستگاری میکنیم. این بگو با خواستگاری میرویم. هجری رو هم با خود میگیریم. اکا اول برای تورات کن 2 رکعت نماز بخوان با هم دخترت کز نکنه. خب این خیل باشد من رفته نماز میخوانم. خدا نمازات قبول کنه بدبخت. با نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، امروز درباره مباهله بین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و نصرانی های نجران را برای شما نقل میکنم. مباهله یعنی دعوت به نفرین و لعنت کردن بین رسول اکرم و نصارای نجران. نجران یکی از شهرهای حجاز است که در مرز یمن قرار گرفته است. سال 10 هجری بود که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلام آن منطقه را به دین اسلام دعوت کرد. تعداد از آنها دین اسلام را قبول کردند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام به روحانیان بزرگ نصرانی های نجران نامه نوشت و آنها را نیز به دین اسلام دعوت کرد. 60 نفر از عالمترین منطقه نجران که 3 تا از پیشوایانشان هم بودند به مانند ابو حارث عبدالمسیح به نزد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام آمدند. پیامبر خاتم آنها را دعوت کرد تا به پروردگار عالمیان ایمان آورند. آنها با پیامبر گفتند منظور از ایمان آوردن اگر ایمان به پروردگار عالم باشد پس ما به آن پروردگار ایمان داریم. همین خیل بحث علمی بین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام و روحانیان نصرانی نجران یک مقدار طولانی شد. قضیه پرستیدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیش آمد و خلاصه در مباحثه که بین پیامبر خاتم و روحانیان نصارا بود، مسیحیان نجران در برابر منطق وحی راه مجادله را در پیش گرفتند و پیشنهاد مباهله دادند. یعنی اول مناظره شد، بحث های علمی قرار گرفت بینشان. نبی اکرم دلیل های خود را و نصارای نجران نیز دلیل های خود را بازگو کردند. مسیحیان نجران در برابر دلیل های رسول اکرم عاجز ماندند، دیدند از نظر علمی هیچ راهی ندارند و پیشنهاد مباهله را دادند. محترم جماعت، آن زمانها بین 2 گروهی که به یک خلاصه نمی آمدند پیشنهاد مباهله می شد. یعنی چه خیل طرفداران 2 دین روبروی هم می ایستادند و هر 2 جانب دست به دعا برداشته نسبت همدیگر دعای نفرین و لعن می کردند. مثال از یک طرف مسیحیان دعا می کردند که خدایا این قومی که دعوای مسلمانی و دین اسلام دارند نابود بگردان، و مسلمان ها باشند برعکس گفته آنها دعا می کردند. دعای کسی را که خدا مستجاب می گرداند همان گروه برحق بود و دعای کسی که مستجاب نمی گردید آن گروه بناحق بود. خلاص مسیحیان نجران بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام پیشنهاد مباهله کردند. همان لحظه بود که پیک الهی
ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом нозил шуд ва ояти шарифаи 61 сураи Оли Имронро ба паёмбар расонид. он оятро барои шумо мехонам. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. пас ҳар ки баъд аз он чи ба ту аз дониш омад дар боби Исо бо ту муҷодала кунад, бигӯ: биёед то фарзандони худро ва фарзандони шуморо ва занони худро ва занони шуморо ва нафсу ҷони худро ва нафсу ҷони шуморо бихонем, сипас ҳама ба зорӣ дуо кунем ва лаънати худоро бар дурӯғгӯён бигардонем. ҳамин тавр маконеро барои мубоҳила интихоб карданд. ин воқеа рӯзи 24 моҳи зулҳиҷа дар соли 10 ҳиҷрии қамарӣ иттифоқ уфтод. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам тибқи фармудаи Аллоҳ таоло дар ояти 61 сураи Оли Имрон амал кард. ба ҷои фарзандон ҳазрати Ҳасан ва Ҳусейн, сарвари ҷавонони аҳли биҳишт, ба ҷои занон ҳазрати Фотимаи Заҳро, сарвари занони аҳли биҳишт, ва ба ҷои нафсу ҷон ҳазрати Алиро интихоб кард ва ба майдони мубоҳила рафтанд. насрониҳои наҷрон гумон мекарданд ки ҳозир ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам сипоҳи худро гирифта ба майдони мубоҳила меояд. аммо диданд ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам ҳазрати Ҳусейнро дар оғӯш дорад, дасти ҳазрати Ҳасан дар дасти муборакашон ва ҳамроҳи ҳазрати Фотима ва ҳазрати Алӣ дуруди худо бар онҳо бод танҳо ҳозир шуданд ва дар макони нишаста даст ба дуо бардоштанд. паёмбар ба ҳазрати Аливу Фотима ва Ҳасану Ҳусейн фармуд: ман дуо мекунам ва шумо омин бигӯед. масеҳиён ҳангоме ки ин саҳнаро мушоҳида карданд, сахт ба ваҳшат афтоданд ва аз ин ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам азизтарин ва наздиктарин касони худро ба майдони мубоҳила оварда буданд, дарёфтанд ки нисбат ба иддаои худ имон ва боварии комил дорад, зеро дар ғайри ин сурат азизони худро дар марзи хатари осмонӣ ва илоҳӣ қарор намедоданд. яке аз роҳбарони масеҳиёни наҷрон гуфт: ман чеҳраҳоеро мебинам. агар мубоҳила шавад ва инҳо даст ба дуо бардоранд, на танҳо мо нобуд мешавем, балки насрониҳо то қиёмат наслаш аз кураи замин решакан мешаванд. ҳамин тавр насрониҳо аз мубоҳила худдорӣ карданд ва ба паёмбар гуфтанд ки дуо накунанд. ҳақиқат ва далелҳои ошкори расули акрамро медиданду мешуниданд, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда дини исломро қабул накарданд. ҳар касро ки худо ҳидоят кунад наҷот меёбад дар ҳарду олам ва ҳар касро ки дар гумроҳиаш боқӣ гузорад, ӯ наҷотдиҳандае надорад. салом э ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам ки бо дастури худои таоло ва оромиши комил наздиктарин ва азизтарин шахсони худро барои исботи ҳақиқати ислом дар баробари дурӯғгӯён ва такзибкунандагони дини ислом ба мубоҳила бо масеҳиён бурдӣ. салом эй бартарини занони аҳли олам ва сарвари занони биҳишт, ҳазрати Фотимаи Заҳро ки худо ягона туро аз байни тамоми занони олам ва ҳамсарони паёмбар дар ин мубоҳила интихоб кард. салом бар ҳазрати Алӣ ки ӯро дар мубоҳила худо ба ҷои нафсу ҷони паёмбари хотам интихоб кард. салом бар гулҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам ва сардори ҷавонони аҳли биҳишт, ҳазрати Ҳасан ва Ҳусейн ки дар мубоҳила бо масеҳиён худо шуморо ба унвони фарзандони ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам интихоб кард. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام کنون. جناب سعدی، این بگا برای یک کاری خیر به خانه شما می آید. برای کاری خیر؟ کاری خیر بسیار هم کاری خیر. هجری هم می آید. برای سیرمی دیوانه؟ بله،
سایرمی دیوانه. بیاین انتظارتون میشیم. بیاین. راضی شد. گوش کن، اینها کی ها باز راضی بودن کو؟ اوهو آخر دیوانه است. دیوانه آسیا ای بگو با خواستگاری سایرم دیوانه بیاید. سایرم برای کیس خواستگاری میکنن؟ برای هجری. چی؟ راست میگوی؟ راست میگو مخی. نه باور نمیکنم. این خیلی با مخشتامانی گنده گرفتم پایده کد بگو. خیر بیاید زود به خونه میرویم. برای هجری قهوه تیار میکنیم. مادر ایست و خیر ایست. اول بیاید با اکم صحبت کنیم بپرسیم راست است که در حقیقت برای خواستگاری سایرم میآید یا نمیآید. ای بنفشه یک گپای بیمعنی میزنی کی؟ او بهانه را در سرش میزنه. ای رفتیم که عصبی شدم. دخترم تو چه خیلی دانشجو هستی؟ یک گپای بیمعنی میگویی که آدم حیران میشود. رفتیم همیشه همین خیل است. این کار خیلی خوب میشود انشاءالله. سلام علیکم اکیکانو، شما مرا دعوت کرده. و علیکم السلام هجری. وای بگان نیت یک کاری خیر داریم، باید که تو هم بیایی. چی گپ است؟ بخیر است انشاءالله. به خانه شما برای خواستگاری سایرم دیوانه میرویم. اکیکانو، من با سایرم خانه‌دار نمیشوم، با سنم میشوم. چرا هیچ کس گپ مرا نمیفهمد؟ آخر چرا شما مرا نمیفهمید؟ آخر هجری برای تو نه، برای من خواستگاری میکنیم. تمام اکیکانو، برای من نمیکنید، برای خود. چی؟ ولی اول باید کمی آمادگی بینیم. میدانی کو شیرینی میگیریم، گل میگیریم، یعنی دستی خالی رفته نمیشود. خیر بریم. رفتیم. خیر میلاش بگاوا میخوریم. رفتیم. همکار تو بر وقت سوز شدی. با همین زینب چی به غم میتی؟ چیکار کنم؟ او را مجبور میکنم اگر. باورت کردم. خیر حیات دختر رو نجات دادم. با من مینداری میکند. تو چرا اینجا هستی ها؟ تو چی میخواهی؟ مگر خانم زینب را اینجا با تو تنها میگذارم؟ شغال. پس او را گرفته ببر همکار. گرفته میبرم برادر. با خانم زینب صحبت کردم. به خانه میرویم. بینم در خانه تنگیت دلگیر شدم. در دیوانی قاقت خو کردم، تاجرم میانم در میکنه. آها بگو در خانه هم تنها میمونم دیگر. تو هم رفته برای خودت دیگر خدمتگار میابی. من میکشایم. شام بخیر. شام بخیر. کمیسر مراد در خانه نیست؟ من همسایش هستم. تورت پخته آوردم. یک لحظه. شما زنی که امروز کمیسر مراد نجاتش داد نیستید؟ بله منم. خب بیا بدرو خانه. نه من در این وقت شب شما رو ناراحت نمی کنم. بخدا دل دور نرو، با دل شد بدرو. خب مایلش. مهمان قبول میکنید؟ بدرو. خانم عالم شام بخیر. شام بخیر. چه سورپرایز زیبا. ناراحت کردم، معذرت میخوام. تورت پختم، خواستم به شما بیارم. این خیلی میشود مگر؟ استغفرالله، زحمت کشیدید. چه خیلی زحمت جنابی مراد. در مقابل خوبی که شما به من کردید چی هست؟ بفرمایید لطفا. با ذوق بلند. بخشید خانم، من امروز شما رو با فکرم در کافه دیده بودم. بله زینب هستم. از شناسایی خیلی شدم. من اولم، همسایه نوی جنابی مراد هستم. ما هم خوراک بخوردیم. مرحمت شینید یک جا بخوریم. نه من شما رو ناراحت نمی کنم. نه این خیلی می شود مگر؟ استغفرالله. بفرمایید لطفاً. خواهش میکنم. خب مایلش. اشتیتون. من گپی شما رو نشکستم، نشستم ولی گرسنه نیستم. این از شما بود به فکرم.
عالم ما زبای نام دارم. از چی ناسایی شدم؟ خانم عالم شما در همین محله سالن کراستی دارید؟ بله. فقط روی زنها را شپکلوفکه میکنید؟ نه یعنی مردها می آیند. ای مردکو را نی؟ پس ما هم می رویم. تو برم من بیامیم خوشرویم. البته بیایید جنابی مراد، منتظر میشیم. گرچنده اومدنتون شرط نیست. خودتون رو بسیار خوب نگاه بین میکنید. تشکر میکنم. یعنی تا قدر امکان خود را نگاه میکنیم، سر و روی خودمان را برای خودمان. جنابی زبید، پگاه بگاهی زاد روزی سنم است. مرا همراهی میکنید؟ البته میریم. همقدر تورت میفورکی من در تورتخوری خون ندارم. با جان و دل. زادروز از کجا پیدا شد؟ چرا من خبر ندارم؟ تو نیا اینجا بیمان. طبع مردم را خیره میکنی. نه من هم میروم. یا شینوار نیست. زادروز بدبخت در همه جا بنی تمی خلونی ها. میروم همکار. من هم میروم همکار. خای خانم عالم، با زادروز رفتن رو دوست میدارید؟ بسیار دوست میدارم. شد این خیلی باشد یک جا میرویم. مایلش. خوب مایلش. مرحمت جناب. رحمت دخترم. مرحمت. تشکر عشقم. مرحمت هجری جان. جنابان، سبب زیارت ما با اینجا این دو جوان یکدیگر را دیدند، شناختند، دوست داشتند. گرچنده از ما نمیپرسند ولی ما همچون بزرگ این کار خیر را باید که بجا آریم. با امر خدا و گفته پیغمبر دخترمان سیرم را با پسرمان کنان خواستگار هستیم. چی؟ انا همین خیر. جناب عزمی، تو کی را برای کی خواستگاری میکنی؟ میپرانم تو را. چی گفته مخیر؟ با امر خدا و گفته پیغمبر گفته. سیرم نپرونی. سیرم نپرونی. نکن سلاح را بگیر. قنان دخترم یک زاکمان را. شوکتی لعنتی، گپی تو را گرفته به اینجا آمدیم. این حالمان رو ببین، بچه گرفتار شدیم. خدا لعنت کنه تو را. جناب عزمی، حاضر مرا برای هجری خواستگاری میکنی، وگرنه میپرانم تو را. تمام شد. تمام عوض میکنم. تمام. دخترمان سیرم را با پسرمان. خاموش. نه امراج می نگوی. برای هجری نه، برای من خواستگاری نپرونیم. یه دملای خدا میزنتونه. نمیشود یزدان. هجری را برای من خواستگاری میکنم. نه برای من خواستگاری میکنی. برای تکنون میکنی. برای من میکنی. برای من. کافیست آخیره. کافیست. خواستگاری نمیکند. هیچ کس شما را خواستگاری نمیکند و جز من هیچ یکی شما عقل ندارید. دیوانه هستید شما. دیوانه رفتن تبابت کنید. چرا برای با این کارها؟ هجری را برای من خواستگاری میکنم. هجری دیوانه ای بسیار خانه ما آوردسته. همه ای کارا را تشکیل کردگی. من هیچ کار نکردم. دیوانه هستن اینها. چی هستن؟ ایستا، هجری را برای من خواستگاری میکنی. نه آخیر برای من خواستگاری میکنی. ایستا نگورید. ایستا. تا جایی که من فهمیدم سیرم و کنان دیوانه یک جای شده، این دیوانه دیگری را میپرونن. همه خیل میشوه. یا خدای توبه، جورمو با چی خیل محل افتیدیم آخیرا؟ نمیدونم.
ولی جورت در اینجا بسیار ایستادن در کار نیست. اگه هر چی زودتر بر پدر نالا قطع جنگ رفتن نمیشه. پیشیره اون دیوانه را بگیرین که دملو علی میره میپرونه. بچه چی کم شده است؟ کمی سرز باید رفته پیشی او را بگی که اوتا تا میپرونن. اوتای مرا کی میپرونن؟ یک نصف بدم آخی؟ مراد دویدی. رفتیم همکار دویدیم. اینجا چی خیلی محله خطرناک بوده است. شکر که کمیسر مراد هست. همین خیلی نه خانم زینب. هیچ نپرس. زینب دخترم ها؟ چرا شوهرت را تنها گذاشته به خانه برگشتی؟ عزمی جان چه خیلی شوهر؟ زینب تو خانه دار شدی ها؟ چه خیلی خانه داری؟ سلغیه تو بیاقل هستی چی هستی؟ پدرم کمیسر مراد رو میگوید. جنابی عزمی لطفاً من با هیچ کس خانه دار نیستم آخر. آدم میگی خانه دار نیستی؟ چرا 2 هفته در خانه ما ایستادی؟ ای عزمی دیوانه منم قطعی میو بودم دل دور نروه. تو خاموش باش بیادب. آخر در خانه مردی آیله دار کی میستده؟ اوف دیوانه میشم آخر. کافیست. خودش چی گپ است؟ کافیست. من هم طاقت نمیکنم. زینب جان من خوبترش بر وقت رفته کافه رو کشویم. شو جانم من هم کمی پس میایم. حالا هم نفهمیدی؟ چرا خانه شوهرت را ترک کرده به خانه پدرت برگشتی؟ ملیس با کجا می روی؟ با تو چی؟ تنها با کجا می روی پرسیدم. دلم را می شکنی تو. با کافه می روم جانم. راحت شدی؟ با تو تا قهوه خونه بیروم؟ چرا؟ من خودم مگر رفته نمیتوانم. یعنی آخر آدم میخواهد که با دوست داشتهش سیر و گشت نماید. کمی بفهم ملیس. چه خیلی دوست داشته؟ بی سواد سیاه. بی سواد سیاه؟ من به تو نشان میدیم. یجری توخ بیریانی با حسیب من کجا شد؟ قریب تیار شد پدر جان. حاضر میارم. پدر جان میگوید. مادر جان پدر جان گفته خودش رو در این خانه خوب جای کرد. این بچه زیرک. زنک جان تو بسیار واهمه میکنی. چه خیلی واهمه میکنم قادر. همه چیز آشکار است. بسیار یک اویلای زیبا شدیم. همه خیلی نه مادر جان. الو بابا قادر مرا شناختی؟ تو کی هستی؟ تو مرا نشناختی ها؟ آدم مگر همکارش را اینقدر زود فراموش میکند؟ رمزی هستی؟ تو کی از محبس بر اومدی ها؟ نه بر آمدم بابا قادر. با تو کارم رو حل نکرده به محبس افتیده بودم. حاضر برای حساب پرسیدن آمدم. کدام حساب؟ نصفی همه داراییت رو میخواهم. تو چیا میگویی؟ شاگردهایم رو روان میکنم. امضا بکن. چی شد قادر؟ پدر؟ پدر چی شد؟ چیزی نیست دخترم. شما صبحانه‌تون رو ادامه دید. بابای قادر اکای رمز سلام گفت. به این امضا گذار. مرا غارت کردن میخواید دیوانه ها؟ بشین. همه را میکشم. در اینجا امضا گذار. امضایت را گذار قادر.
падарамро раҳо кунед. Оҳ, тамомист. тухмбуриён пухтам, шумо мехӯред? ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ? тамом санамҷон. санам тамом, натарс. бо амри худо ҳамашон ба замин афтиданд. ин чӣ хел муҳсин аст охир? ҳамаи ин одамҳоро аз по афтонд. ҳиҷрӣ? ту инро чӣ кардӣ? бодо? ин коре ки намешавад, охир онҳоро ба замин афтондӣ. намешаваду баъзан мешавад. падарҷон имрӯз шуд. шумо нороҳат нашавед, бишинед, ман ҳамаро ҷобаҷо мекунам. салом акай ёрум. салом комиссар. комиссар мурод, ҳозир ира мефаҳмем ту келас ҳасти ё не. самира як ду мушту лаға занам, охи ту ина нағза медиди ку. сами, телефонта кисада бизан. чӣ шуд бо? як ду мушту бизанам. ту чиҳо мегӯӣ? бизан. як ду мушти дигар аз номи ман самир шағолро зан. дар ҳаққи ман бисёр корҳои бад кард. бизан. комиссар мурод, ин девона шуда чӣ шудааст? наҷотам де, мекушад маро. зарядни ки айфон бизанам ки ту калтакеласи. охир девона, ман келас нестам, маро девона накун. чаро маро зади? девона шудаи ту охир? ягон ҷо шикаста боша, ман ҳақуқи духтара метиём. бехам, биё. сӯзи охи, биё медгарадок барумта. ниҳоят интиқоми дӯстдоштаатро гирифтӣ зуҳро. аждаҳор мурд. ҳозир чӣ кор мекунӣ зуҳро? намедонам. дар пешат як ҳаёти навӣ ҳаст. бояд зиндагиятро мисли як одами муқаррарӣ идома диҳӣ. гуфтан мехоҳед ки дигар духтари ниқобдор нашавам? бале, дигар ба ин эҳтиёҷе нест. аждаҳор мурд. ба оилаат зуҳро шанли буданатро гуфтан мехоҳӣ? ҳозир ба ин омода нестам. инҷа чӣ нависта бошад? нафаҳмидам. устод, мо инҷа чӣ қа местем? рафта залда машқ мекардем охи. аз ин пас дигар намеҷангем шогирдон, танҳо китоб мехонем. аммо устод, хомӯш бошед. китоб бихонед. бифармоед қаҳваатон. бираҳмат. вай, ман шуморо мешиносам. ба монанди шумо бо духтари зебо суҳбат кардан мехостам, вале бояд ин китобро хонда тамом кунам. маъзират мехоҳам. мебинем хонум мелис, бесаводи сиёҳ кӣ будааст? камол, чӣ шуд ба ту?
ها؟ تو بوتانیک شدی؟ کمالی بوتانیک. رم از اینجا گم شو. چی کاری خواهی کردن گیر اما بدون که عوض نمیشوی. تو چی ها میگویی؟ گفتم را شنیدی کمال؟ کمالی بوتانیک و شاگردانی بوتانیک. آفرین آفرین. استاد فهمان نمیشه. شینید شاگردان، شما شینید، خوندن را ادامه دید. گوش کن. چی؟ کمیسر مراد، تو را بسیار احترام میکنم. فداکاری هایی که برای محلمان کردید بسیار هم شایسته تعریف است. احسن به شما. شما افتخار ما هستید. رو از اینجا گم شو میگویم، به سرم بلا نشو رو. اگر به سرت بلا شوم چی میشود ها؟ بلا شوم چی میشود؟ جناب مراد، همچون کارگری تشکیلاتمون تو را نه را گم شو خیر. گم شو. خانم ملیس، برای جناب کمال چای کبود می آوردید که کمی عصبی می نموید. آخر نوشد کمی خوب شود. وای وای وای، یعنی تو بودی ها؟ دف شو رو از اینجا. ولی خانم ملیس، ولی ملی نیست، دف شو رو گفتم. رفتیم شاگرد تو یگان قهوه خانه میوبیم که کتاب خانه داشته باشد. شاگرد هایت را گیر و گم شو از اینجا. زود باش. با شما بعداً پا میخوریم جناب کمیسر. من دیگر کار ندارم که با شما مشغول میشوم. با کتابخانه اومدید یا با کافه؟ آنها رو ببین. ممکنه انگیر یک شاگردی دیگرت اینجا مانده است. یک گلس شاگرد آورده است. آفرین آفرین. زهر بینوش. کتاب میخونن باز. ماشاءالله. Вай, вай, вай. Не остался никакой сомнения. Ты точно калтакелас. Бародарам ҳам аз камоли сиёҳ хушаш намеомад. Вой, бародарам, зинда будасту инро медонистам. неки бадбахт туи афти безебта чӣ хехех шурӯъ кардӣ? ҳеҷ боварим наомадеста. ҳам чӣ хел полис шудӣ? ҷунта худо бигираи. неки зури бародарам. як чиро нафаҳмидам. ҳеҷ нафаҳмидам. барои чӣ мара нагуфтӣ бадбахт, ҳа? о як даҳан шавкат ба мегуфтӣ ки ман кела зинда ҳастам, мемурд. бародарам, бародарҷон, میانم میانم. من медонистам ки ту калтакеласт ҳастӣ. комиссар мурод, چی کار میکنی؟ رها کن مرا. دیوانه هستی تو شوکت. چی خیلی کلاس را گم شو. من میدانم که مراد تو کلتکلسی. این را از برادرت پنهان کردی یک انسانی ناکسی. میدانم چهرت را عوض کرده ای، انسانی بلحوثی. شوکت تو چی ها گفته ایستاده ای؟ تو سرت را در یک آنجا زده ای؟ بدبخت، حالا هم خودت را به نادانی میزنی. شوکتم من، شوکتم من، شوکتم می. بچه من شوکتم. شوکت نه برادرتم. شما نظم کاراتو نظم کجا؟ من شوکتم. تو کلس هستی. من همه این رو میدونم. با من گوش کن شوکت. اگر یک بار دیگر با من کلاس گویی تو رو محبس میکنم. دردی سر شدی. گم شو. این پاتر می مرا گم شو میگه، خودش گم میشه میره. انیق تو کلتکلسی، همه هم رنگی تو بود. ولی به اگر من می کلتکلس بودنی تو را اثبات نکنم، نام شوکت میمونم میسته. بفرمایید. مرحمت، بفرمایید. هم اومده سایکو؟ عزمی نیست همه خیلی نه؟ کجا باشه؟ چی میدونم ندیدم او را. با فکر من هم عزمی در اینجا نیسته. یکی خسور بچه هم و زباید و کمال بطانی که میجه که؟ کمال بطانی کیست؟
این کمال سیاهه که چمخ دانه گرفته که بینمو از کجا دانه بوده میتواند؟ با من چی گفتیستم حیوان؟ همکار باید ما هم یک کار کرده همه جا بود رویم لباسا ما رو علیش کرده مید رویم فهمیدی؟ هیچ کس نمیشناسم ما رفتیم ای طرف اصلا من سجده دوست شما شما با اینجا مادر جان؟ ها جانم. پدرم کجا شد آخر؟ نمیدونم آخر دخترم، ولی پدرت رو میدونی که برای تو میخواد توفه گیرد. همین خیلی است میگویی. برای من چی میگرفته باشد؟ عجبا. نمیدونم. با ما میرویم. ما رو با کجا بردن؟ رفتی بعد رها کنید مرا. رها کنید گفتم. خاموشی رها کنید میکشم شما را. بدرم را. رها کنید. میگویم زود باش. زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. تبریک. زادروز مبارک باشد. رحمان مادر جان. زادروز مبارک شود سلام جان. مبارک باشد سلام جان. تشکر. زادروز مبارک. زادروز مبارک دخترم جانی مادر. تشکر مادر جان. سلام جان. هجری. زادروزت مبارک. این چیست؟ کشو ببین. آخر باورم نمی آید. ببینید از این بهترشون نیفتم. این با من بسیار میزیبد. تشکر زیاد اجری. بسیار زیباست. خانم زینبگی رو در اطراف نگاه میکنم، باور کردن که یگان دختری خوشرو نیست. تو پریزادی 100%. تشکری زیاد به تو زبید جان. خانم عالم لبای شما از زیبایی های کاشانه حسنتان به خوبی استفاده برده اید. فکر میکنم امشب در این محفل از همه دختر زیبا شما هستید. تشکر زیاد. خواهش میکنم. زبید جان در اینجا از همه مردی زیبا تو هستی. ای دختر راست میگوی؟ به شبهه چنین است. یعنی حضور وقتی این هستی یا نه نمیدونم، اما در اینجا زیباترین مرد امشب به فکرم شما هستید. تشکر میکنم. البته که چشم زیبا همیشه از زیباگی را میبیند خانم. یک لحظه کور هستی؟ یعنی به هر دو اینها نگاه کردم و مقایسه کن. این رو ببین مثل چیزی به زیب است. اکنون به جناب زبید نظر کن، زیباگیش به همتا. یعنی خانم زینب شاید جناب مراد شکلی میخواسته شما نباشد، ولی با فکر من بسیار جوان زیبا است. تشکر میکنم. شما خانم زینب را اهمیت ندهید. چشمانش درست نمیبینند. امید دارم در آینده حتما شفا مییابد خانم. کمپوت شفتالو میخنین اولی چه؟ شوکت؟ ای دختر دام تا بگی اکا دمی جای نخبامون بود. سمید در زور روزی من نمید قسمت بکنید. چند سال شد که ما هم دیگر نکنیم. بیا پگاه همراه و با این کروش تماشا میدنیم. آخر نگذاشتید که یک کتاب را خونم. روز تو زیر باشده ای. تشکر. کمال چی کار کردی؟ چی کار میکنی؟ بیا خیز برادر. آخر این کاری تو از روی آداب است مگر؟ بطنیک هستیم و تو این درجه نی. او در رز من دستی تو رو میخپد. حاضر من حقیقتی تو رو نشان میدهم. تو کی هستی؟ کمالی سیاه هستی. بین کمال. ای بیاقت بس نمیکنم این کارو دا. ای رحمت ملیس، چهره همون عوض شود هم جرأت همون عوض نمی شود.
برای در جد بشین کرنگ نکن. یکم پرابلم نیست، خرسندی را دوام میدیم. رفتیم. مادر جان، جونی مادر، آخر کجا شد پدرم؟ حالا هم نآمده است. با تلفنش هم جواب نمیدهد. نمیدونم، من خواطر شدم. آخر یا خدایا با خیر باشد. کане این رو امضا کن قادر. یک روی نکن. امضا گذارید. دیگر ایلاج نداری. این بورد رو از دست ما هیچ کس نجات دادن نمیتواند. کane امضا کن. گم کنه را. برام همین را امضا نمیکنم، فهمیدی؟ این طور باشد حق مرا بده. به شما چگونه افشور معقول است؟ بچه کمپوت بگیری؟ فهمو. تشکر. میرویم عزیزم. من حاضر میآیم. افتی او را دیدی؟ خوب هستی؟ یا بسم الله. آه شوکت، تو چیکار میکنی اینجا ابله؟ وای برادرم، افتی خنک تعلیش کرده دیگه همه دخترها قطورک ایدمود میدونه. زینب آیا طرف، عالم آیا طرف. اوه عروساده گپ ندارم، کلتا کیل است برادرم. تو چی میگویی ها؟ دردی سر شدی؟ هیچی تغییر نیفتی کلتا کیل است. چی خیلی بودی همون خیلی عروس باز موندی. گوشو کلتا کیل است. همون دختری که روی تو را اپیراسا کرد افت تعلیش کرد کو رقمای امور را نداری؟ افتی کجلای مرم گیره ایواز کنه. چی ها میگویی تو دیوانه؟ چی خیلی ایواز کنه داخل؟ آه شوکت بس است آخر. اگر یک گپ دیگر بگویی تو رو محبس میکنم. کردنی باشی کردن گیر. مردک شدن در کره مردک. چی به کلتا کلاس بزن تمدن نمیگی ها؟ چی میگویی تو احمق؟ کدام کلاس؟ حاضر اگر کلتا کلاس بودن تا به من نگویی به خدا این میجه داد میزنم که کلتا کلاس میجه. در نزد همه شرمندت میکنم. باور نمیکنی؟ باور نمیکنم. دقت ای بی عقل. تلخکر شدی که ها؟ خواطر نشو. کلتا کلاس بودن رو به هیچ کس نمیگویم. برادرم نمیفروشه برادرم. ای بی عقل، زبید اینجاست، کمال اینجاست. میخواهی تو را شناسند؟ اگر شناسند میدونی چی میشود. پشالم نمیبره زبیده کماله چی فرق داره؟ تو چی مرا تهدید کردی؟ ترسونده سه مرا. گفتم که برادرم نمیفروشه. برادر عزیزم پیش که کلتا کلاس بودن تا این روز پگه مده میگی انیق میگوی. حالی نگاه کن. آه شوکت. کمیسر مراد، چی شد؟ من با پدرم زنگ زدن نمیتوانم. عجبا به سرش یگان بلا ناومده باشد. بسیار میترسم. با سری پدرت چی آمده میتواند؟ پدرم با تلفنش جواب نمیدهد. باز امروز بعضی آدم ها به خانه آمده بودن، با پدرم هجوم کرده بودن. چی خیلی آخر کی هجوم کرد با پدرت؟ پدرم زنگ میزند. در بلندگوی گذار. پدر خوب هستی؟ خانم سنم پروا نکنید، پدرتون بسیار خوب است. او را در اینجا مهمانداری کرده است. شما کی هستید آخر؟ با پدرم تلفن را دهید، با او گپ زدن میخواهم. پدرتون روز کمی بند است، با شما ما گپ میزنیم. آخر شما کی هستید که با من گپ میزنید؟ با پدرم دهید میگویم. خانم سنم اگر پدرتون زنده دیدن خواهید 1 میلیون بس روغایی که به شما میفرستم در حال بیارید. اگر با پلیس خبر دهید پدرتون زود میمورد. خاموش کرد. 1 دقیقه. بگیر هجری. سنم پروا نکن، پدرت را صحت و سلامت نجات میدهیم. زبید رفتیم. میرویم همکار. خانم حالا من بدتر میایم. خوب میلش. خدایا احوال پدرم نباشد.
парво накун. агар духтарат пулро орад, туро ба хотири рӯзҳои ҳамкор буданамон намекушам. ҷанговар дарҳол бояд аз ин ҷо бароем. ҳамин ҷанговар нест? ҷанговар! таслим шав ҷанговар! шағол маълум шуд ки вазифаи махфии ту калтакеласро дастгир карданӣ ва ҷанговарро дастгир кардан будааст. шумо хуб ҳастед? хубам, ман хубам. тамом. полис! исто! полиса, мошинта фаромӯш кун. майлаш. چی کاری که میکنی نمیکنی مراد؟ من جنگاور رو دستگیر میکنم. انا در همین جا دستگیر میکنم تو را. این بار دستگیر میکنم تو را. کی بودن از را میفهمم جنگاور. تو ما رو به نزد جنگاور میبری مراد. فکر کردی مرا فریب داده جنگاور؟
دوباره منو صف بستن به تخت، گمونم دوباره حالم بد شده، گمونم دوباره تو فکر و خیال. یه وقتایی یادم میره جنگ نیست، صدام اوج میگیره بعضی شبا، یه وقتایی خیلی حالم بد میشه، منو موج میگیره بعضی شبا. یه میدون مینه روی تخت من، منور زدن ما رو پیدا کنن، باید از تو میدون یه راه وا کنم، باید دستامو از رو تخت وا کنم.